درباره عقیده توحید یا کمالات توحید الله متعال جل شانه در کل قرآن عظیم الشان 2500 آیت نازل کرده که ما مسلمان ها جنازه ای آیات خواندیم و به قبرستان دفنش کردیم و با این آیات خداحافظی کردیم، با این آیات اختلاف کردیم، بین ما و الله نعوذ بالله اختلاف پیدا شده. الله در هر روز و در هر عبادت پیمان کردیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تو عبادت میکنم و خاص از تو کمک میخوایم. اما عبادت ها را تقسیم کردیم، به قبرم رسیدیم رکوع کردیم، به پیرم رسیدیم رکوع کردیم، به رهبرم رسیدیم رکوع کردیم، به قانون باطلم رسیدیم رکوع سجده و تعظیم کردیم، به حرامم رسیدیم تعظیم کردیم، به رواج ها تعظیم کردیم، به اصطلاحات غیر دین تعظیم کردیم، به شریعت های خود ساخته خدایان باطله هم تعظیم کردیم، به سنت ها و رواج های نبیای خود ساخته که در برابر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ادعای طریق سازی، حکم سازی، شریعت سازی، دین سازی کرده بودن، اونها هم تعظیم کردیم. یا ایها الذین آمنو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای کسی که لا اله الا الله گفتی، از یک الله اطاعت کن و از در منهج و سنت روش رسول الله صلی الله علیه و سلم و باطل نکن عمل خدا. در توحید فیصدی نیست، 99% موحد باش، 1% هم مشرک باشه، کافر ژاپنیستی، اورجینال کافر است. در توحید و عقیده فیصدی نیست که 98% قرآن و سنت میپذیری و 1% و 2%ش نمیپذیری. امین فتوای الله متعال هست. لا اله الا الله. اله کیست؟ لا اله. اله کیست؟ اله معبود بر حق است که تمام عبادت ها به ذاتش میشه و در تمام عبادت ها با او کسی شریک نیست و به غیر از ذات او هیچ کس مستحق عبادت نیست و هر کس شریک بسازی مشرک میشی یا غیرش را عبادت کنی. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. الله متعال فتوای ابدی میده که هرگز ابدالابد مشرک نمیبخشم. کسی خود من جنگم کرده نمیتونه و به غیر از شرک هر گناهی که بکنی قابل بخشش است. و در برابر یکی تو قرآن موجود، سنت رسول الله موجود، سیرت موجود، کتاب عقیده موجود، تکنولوژی موجود، مدارس دین موجود، علما موجود، رسالت همه انبیا موجود. تو بیای کفر کنی، شرک کنی، ارتداد کنی، هیچ دلیلی برید نیست. یک دلیل هست که احمق باشی، دیوانه باشی، شب و روز نفهمی، سردی و گرمی نفهمی، سری و گرسنگی نفهمی. در او وقت برید خوب عذر است. 12 سال مکتب بخوان، 4 سال پانتون بخوان، 10 سال مدرسه دین بخوان، باز بگو کفر کردم، شرک کردم، ارتداد کردم، نمیدانستم. الله متعال در برابر توحید انبیا را برای ما درس میده. موسی علیه السلام وقتی که مبارزه میکنه، فرعون و فرعونیا سرانجام میگه کسی که دعوت به توحید میده و در برابر فرعون عصر مبارزه میکنه باید به دریا انداخته شه. چی نیرو، چی اسباب و چی مدد و نصرت است که دریا را پیش روی موسی علیه السلام 12 سرک میسازد. نه فلسکار است و نه نجار است و نه نیروهای خارجی است و نه پیمان ناتو است، نه سازمان بین الملل است و نه وسیله و واسطه و اسباب ها و توسل های شرکی و غیر اسلامی است. چیست که این دریا را سرک ساخته؟ لا اله الا الله. عقیده به این کلمه است.